عرض سلام و وقت بخیر. دوره‌ای که ما قراره راجبش صحبت کنیم و یک سری در واقع آموزش‌های کاربردی به شما بدیم، دوره طراحی پرایمر برای PCR. برای این دوره برای چه کسایی هست؟ برای کسایی که رشته‌هاشون بیولوژیه، ژنتیک، بیوشیمیه، بیوتکنولوژیه و رشته‌های مرتبط با زیست شناسی و کسایی که توی آزمایشگاه کار میکنن، علوم آزمایشگاهی هستن و یا دوستانی که علوم گیاهی مطالعه میکنن و نیاز دارن در تحقیقاتشون از طراحی پرایمر و PCR استفاده کنن. در واقع PCR یک واکنش زنجیره پلیمرازه که ما قراره در جلسات بعدی به صورت کامل در موردش با شما صحبت کنیم و در حال حاضر مقدمه از این دوره رو براتون شرح میدم. طراحی پرایمر برای PCR در واقع میشه یکی از مراحلی که قراره شما توی PCR داشته باشید. PCR در آزمایشگاه‌ها استفاده میشه و در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی. یعنی مثلا یک نفر اگر بیمار بشه و دکتر براش یک PCR تجویز کنه، مثل همین بیماری کووید 19 که اتفاق افتاد، شما میرفتین و PCR میدادین که ببینیم تایید کنیم ببینیم که شما مبتلا هستین یا خیر، و یا هر بیماری دیگه ای ما نیاز داریم که برامون PCR انجام بشه. اما در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی ما هم از PCR استفاده می‌کنیم. یعنی مثلا می‌خوایم در مورد یک بیماری تحقیق کنیم، در مورد یک گیاهی تحقیق کنیم، در مورد یک حیوانی تحقیقات انجام بدیم، امکانش هست بخوایم از PCR استفاده کنیم و توی شرح پروپوزالمون مواد و روش‌هایی که می‌نویسیم احتمالش هست که یکی از مواد و روش‌هامون همین PCR باشه. در واقع PCR یک دستگاهیه که ما باهاش یک روشی رو انجام میدیم و قراره باهاش بسنجیم که آیا مثلا یک ژن در این